وکیلان مردمی پاکستان برای شرکت در جلسه مشترک پارلمانت این کشور که برای ارزیابی عملیات نظامی در یمن اختصاص یافته بود جمع شدند. عربستان سعودی از پاکستان خواسته است که برای عملیات در مقابل گروه‌های نظامی مسلمانان شیعه مذهب حوثی در یمن نیروهای زمینیش را سفربر کند. پاکستان متفق نیرومند عربستان است، ولی نگرانی احساس می شود که ارسال نیروهای پاکستانی به یمن می تواند باعث اختلاف مذهبی در خود پاکستان شود. نصرانی ها و مسلمانان پاکستان همراه عید فسحا را جشن گرفتند. در کشور اسلامی پاکستان نصرانی ها 2% اهالی را تشکیل می دهند. ماه گذشته کمش 16 پیرو دین نصرانی هنگام حمله بالای یک کلیسا به هلاکت رسیدند. اکثرا افراطگراهای اسلامی مسئول حمله ها بالای نصرانیان پاکستان می باشند. در موزه تاریخی شهر سرایو بوسنیا و هرزگوین نمایشگاه بخشیده به محاصره این شهر افتتاح یافت. سالهای 90 قرن گذشته اثنای جنگ نیمجزیره بالکان سرایو 3.5 سال در محاصره بوده است. در نمایشگاه آتشدانها، گنراتورهای برقی و بازیچه‌های کودکانه گذاشته شده‌اند. در سالهای محاصره سرایو تخمیناً 14,000 نفر و از جمله 5,000 فرد ملکی به هلاکت رسیده‌اند. در شهر کابل پایتخت افغانستان گروه خرد با تقاضای رهایی 31 فرد ربوده شده اعتراض تشکیل نمودند. ماه فوریه سلاح به دستان 31 مسافر 2 اتوبوس را در جنوب افغانستان به اسارت گرفته بودند. منصبداران محلی میگویند آن زمان سلاح به دستان مسافران مرد اساساً هزاره های شیعه مذهب را با خود برده دیگران را رها کردند. یک پیشوای جماعت مسلمانان شیعه مذهب افغانستان به رادیوی آزادی گفت آدمربایان پیروان گروه جنگجوی دولت اسلامی بودند که طبق گزارش‌های رسیده سعی دارند در افغانستان جای پا پیدا کنند.